سید علی حسینی در خدمتشون هستیم که به عنوان به عنوان میهمان جدیدی از پادکستمون بتونیم از تجربیاتشون، از اتفاقاتی که توی حوزه بیزینس براشون افتاده و موضوعات استخدامی و چالش هایی که توی حوزه اچ آر دارن برامون توضیح بدن و کلی ازتون استفاده بکنیم. سلام، چه خبر؟ سلام، وقت شما بخیر. منم خیلی خوشحالم که توی پادکستتون هستم. علی حسینی هستم. محمدمون یه جا دیگه هستن. علی حسینی هستم، کوفاندر و مدیر محصول استارتاپ گرا و هدهانتر توی حوزه تکنولوژی و صنایع. به صورت تخصصی توی این دوتا فیلد کار کردم. گرا هم یک محصول هست توی حوزه استعدادیابی که در زمینه توی چرخه منابع انسانی هست و حالا انشالله جلوتر بریم توضیح میدم که ما توی چه فیلدهایی کار میکنیم و گرا کدوم قسمتش هست. من درسته. در خدمتتون هستم. بسیار خوب، خیلی خیلی ممنون بابت توضیحاتی که دادین و اینکه توی فصل جدیدی از دیو پادکست کلا موضوعات فرق میکنه و قراره که حالا توی قسمت‌های دیگه‌مون میایم از مسیر و چالش‌ها و اتفاقاتی که برای آدمای تکنیکال، برنامه‌نویسا و بیزینسمن‌ها افتاده صحبت میکنیم، اما توی فصل جدید از دیو پادکست بیشتر دوست داریم تمرکزمون روی موضوعاتی مثل مباحثی مثل اچ آر، بحث استخدام، بحث رزومه و یه سری چیزهایی که واقعا آدمایی که توی این حوزه میان مشکل دارن و نمیدونن که باید چی کار بکنن. یه منبع موثقی همیشه نبوده و فکر کنم باید برن توی وارد بازی بشن تا بفهمن که چی جوریه، قانوناش چیه و اینقدر طرف مقابل ما باید مصاحبه بره و کلی از این چالش ها رو رد کنه، تو چاله بیفته تا ببینه چی جوریه ماجرا. و این فصل رو دقیقا اختصاص میدیم به همین موضوعات و میخوایم خیلی خلاصه طور در مورد تیکه پاره از موضوعات صحبت کنیم که ببینیم چی جوریه کل ماجرا. خب محمد جان، خب علی جان، برای این اپیزود چی برامون داری و در مورد چه موضوعاتی میخوایم کلا صحبت کنیم؟ آره، ببین یه کلمه ای گفتم به اسم هد هانتر. خب خیلی ممکن اسمش رو شنیده باشن اما خیلی یا نه. ببین، آدمی که بهش میگن هد هانتر آدمیه که روی کلی یه ابزار شناسایی که یک شرکت داره واسه پیدا کردن نیرو مسلطه. بازار رو رصد میکنه، بازار نیروی انسانی رو، و همیشه میدونه که چه افرادی کجا مشغولن، کی احتمالش هست که از اون شرکت بیان بیرون، چه افرادی کلا به درد اون پوزیشن شغلی که شرکت مد نظرشه میخورن و بلدن که چطور با آدما ارتباط بگیرن و اونها رو خیلی نرمک راضی بکنن به سمت اینکه بیان توی اون شرکت هدف وایسن کار کنن. بیشتر توی حالا پوزیشن های سطح بالا مثل پوزیشن های مدیریتی، سی لول ها توی شرکت و نیروهای کمیاب ما سمت هد هانت میریم و در واقع یه جورایی فقط نیروهای کمیاب نمیگم ارزشش رو دارن، نه، اونقدری تعدادشون کمه و ارزش داره که ما بریم سراغ پیدا کردن نیرو. ببین، یه سری پوزیشن شغلی هست که مثلا شما اونقدر تعداد متقاضی دارش زیاده که اصلا نیازی نیست شما بری و دنبال یه نفر خاص بگردی. افراد میان از بینشون بررسی میکنیم، خب یه نفر رو پیدا میکنیم. اما هد هانت اینجوریه که شما نیروی نیست، متقاضی اصلا نیست یا خیلی کمه و میرید برای اون شرکت یه نیروی رو پیدا میکنید که خب استعدادش و توانمندیش خیلی شبیه به اون چیزی هست که شما مد نظرید. درسته. کار من به صورت تخصصی اینه، یعنی من از مدیر عامل پیدا میکنم برای شرکت ها، بعضا تا سی تی او و حالا برنامه نویسای خیلی خاص
حالا جدیداً خب استارتاپ ها و کسب و کارها رفتن به سمت زبانهایی مثل گو، مثل ASP.NET Core یا تکنولوژی های جدیدتر و یه مقدار حالا شاید سخت و کمیاب. مهم. تکنولوژی مثلا PHP همیشه بوده هست و تعداد متقاضی براش خیلیه، هرچند خیلی خوبه ها، نمیخوام بگم چون اینو درسته. گفتم مثلا همه برن به قطعا. سمت گو یا مهم. مثلا ASP.NET Core. نه، مثلا یه زبان به‌روزیه. پایتون مثلا یه چیزیه که خب تعداد زیاده ولی خب جذاب، در واقع قابلیت هایی که داره خیلی خوبه، به‌روزه. این مدلیه. میریم سراغ افراد خیلی خاص با ویژگی های خیلی خاص و باشون صحبت میکنیم، متقاعدشون میکنیم و میاریمشون توی اون شرکت. کلا اصلا واحد منابع انسانی، اگه بخوام یه خورده برگردم عقب‌تر، مهم. واحد منابع انسانی کارش هم در واقع چیدمان آدم هاست. حالا یه موقع از آدم هایی که هستن قرار چیدمان بکنه و مدیریتشون بکنه، یه موقع است قرار آدم های جدید به اون شرکت اضافه بشن، این کار رو هم انجام میده درسته. و خط مقدم شرکته واسه اینکه بره و افراد توانمند رو بشناسه مهم. بیاره. همیشه هم توی شرکت ها مورد حجم است و همه یه جورایی هر مشکل و بلایی که باشه فوشش رو به منابع انسانی میدن که مهم. تقصیر شماست. اگر نیرو خوب کار نکنه میگن تو خوب نیرو نگرفتی یا خوب مدیریتشون نکردی، درسته. یا اگر مشکلی تو شرکت باشه میگن این شرکت تو رابط و واسطه ما با مدیریتی. مهم. همیشه این چالش هست و این چالش بوده. من تقریبا حدود 2 سال و نیمی هست که به صورت تخصصی توی این فیلد کار کردم. خب با این چالش ها همه شرکت ها دست و پنجه نرم میکنن. چه اون موقعی که توی مستر بلیت به عنوان یه استارتاپ خب خیلی خوب و مطرح توی کشور تو حوزه گردشگری کار میکردم، چه بعدها که رفتم حالا یه شرکت خیلی بزرگتر، همه این چالش ها رو داشتن و این مشکل برای همه هست. درسته. اما خب بیشتر هدفمون و مسیر و سمت و سوی صحبتمون انشالله توی این جلسه یا جلسات بعد یه جورایی میره به سمت لو دادن راز شعبده، که مهم. اون فردی که نیروی منابع انسانیه اصلا لولو خورخوره نیست، چی کار میکنه، چیا رو میسنجه تو جلسه مصاحبه، اصلا تا چه حد از اون سنجش شما و انتخاب شما دست اونه، چقدرش دست این نفر دیگه است، چه پارامترهایی براش مهمه. و یه جورایی میخوام بگم که آقا شما اگر جای ما بودین چیا رو میسنجیدین. من خب خودم هم یه بخشی با تکنولوژی در واقع درگیر هستم، با درسته. بحث توسعه. خب من خودم مدیر محصولم و کامل درک میکنم این مسائل مهم. رو و بحث رو که بچه های حالا توسعه دهنده و دیولوپر چه مدلی هن روی زبان های برنامه نویسی. خودم برنامه نویس نیستم ولی تا حد زیادی میشناسم تکنولوژی ها رو، کاربردش رو میشناسم، بازارش رو دقیق تر میشناسم و انشالله سعی میکنیم که حالا چه توی این جلسه تا اونجایی که فرصت بشه، چه جلسه بعدی، بتونیم در واقع اون رازها و اون مهم. راز شعبده جذب استخدام رو بخوایم کشفش بکنیم و ببینیم به چه صورتیه. بسیار خوب. یه توضیح خلاصه بهمون میدی که پروداکت دیزاینر گفتین بودین، درسته؟ مدیر محصول بودین. بله، مدیر محصول هستم مدیر من. محصول چیکار میکنه دقیقاً توی بیزینس وظیفش؟ مدیر محصول رابطه بین تیم توسعه و در واقع مدیریت شرکت، یه جورایی اه، رابطه بین بچه های دیولوپر و در واقع یه جورایی هم ساید بیزینس رو به یه حدی داره و هم ساید تک رو. یعنی هم مدلش اینطوریه که صحبت‌های مدیریت رو سهامدارا، سرمایه‌گذارا رو میاد ترجمه میکنه برای
تیم توسعه. چون ما خیلی جاها قبلا این مدلی بود که مدیر عامل میومد میگفت یه سایتی میخوام اینجوری باشه، این قابلیت هم داشته باشه. خب حالا اینکه چطور این پروژه مدیریت بشه، اینکه اصلا با چه مدلی گفت جلو برده بشه، هزینه ها چطور مدیریت بشه، اصلا اون خروجی که داره ارائه میشه با اون چیزی که خواسته شده مطابق هست یا نه، این کار مدیر محصوله. باید مدیر محصول بفهمه. قبلا اینطور نبود. قبلا کارفرما مستقیم با برنامه‌نویس در ارتباط بود. الان نه، الان این مدلیه که مدیر محصول باید باشد که بگه مثلا چه مدلی، چه استراتژی باید بچینیم. مثلا تحقیقات بازار کردیم این مدل جواب نمیده، یا اصلا اگه میخوایم من وارد بله. بشیم باید این مدل و این دست فرمون وارد بشیم. همه اینا کار مدیر محصوله درسته. و من آره هم کوفاندر هم مدیر محصول گرا هستم که تو بحث استعدادیابی بسیار داره خوب. کار میکنه. به صورت کلی اگه بخوام بگم، ما خود من به شخص تو 4 تا فیلد کار میکنم. یعنی اگه کار منابع انسانی خودم رو بخوام بگم تو 4 تا فیلده. شروعش با بحث استعدادیابی و شناسایی نیروهای تالنته، بعد بحث آموزششون هست، بحث کاریابیشون هست، یعنی ورودشون به بازار کار و اشتغالشون، و آخر سر هم شبکه سازی. توی این 4 تا فیلد داریم فعالیت میکنیم که این 4 تا فیلد قرار هست که به صورت 4 تا بخش مختلف از یک بیزینس در واقع باشن و در واقع همه احتیاجات اون خدمات منابع انسانی رو ارائه بدن. درسته. بسیار کار خوب. برای اصلی این موضوع گرا مهندس جان من این سوال بپرسم الان طوریه که میخوای با این صحبت شروع کنیم که چطوری منابع انسانی مراحل این مختلف رو طی میکنه. یعنی مثلا الان چون که مخاطب اصلی ما عمدتاً برنامه نویسان، حالا بیزینسمن هم هستن، و اینکه خب یه نفر بخواد مثلا بره تو فیلد اچ آر کار بکنه باید پیش زمینه خاصی داشته باشه، تحصیلات خاصی رو نیازه. حالا در مورد استارت زدنه میخوای بیشتر صحبت کنیم چون که شروع کار دیگه مطمئن ذهنیت ایجاد میشه برای همه، و در کنار صحبتات اینا رو هم بگو حتما چون ابتدای کارمونه و شروعه. بله. ببین نه مهارت یا تحصیلات خاصی نداره که بگیم فقط این رشته میتونن برن، نه اینطور نیست. ولی آدم باید علاقه‌مندش باشه دیگه. یه موقع هستی کسی میگه من اصلا حال و حوصله حرف زدن با آدم رو ندارم، اصلا خودم رو آدم قضاوت کننده‌ای برای اینکه یه نفر رو یه رزومه رو تایید کنم یا رد بکنم ندارم. این یه نفر آدمه. یه مدلم هست که یه نفری میگه نه من مثلا دوست دارم با آدم ارتباط داشته باشم. یکی میگه من فقط دوست دارم توی اتاق تاریک مثلا خیلی به قول معروف تیپ هکری و با کلاه مشکی آره، و اینا بشینم مثلا گرونگرا. صبح تا شب یه کدی بنویسم. یه بستگی به خود آدما داره. بستگی به خود آدم. خود چون من به تازه اونم شخص فیلد کاری چطوری استارتش میخوره، چطوری میتونی وارد فیلد کاری بشی و شروعش کجاست؟ ببین شروعش از سرگردانیه دیگه همه چیز. یعنی به قول محمد شعبان علی بود میگفت که یه وقتایی ول تابیدن و سردرگم بودن هم بد نیست. اتفاقا باعث میشه آدم بفهمه که در واقع چه کاری باید انجام بده، چه کاری انجام نده. آدم باید بسنجن، چند تا کار مختلف رو امتحان کنن، یه موقعیت هایی خودشونو حالا اگر فرصتش شد برن توی اون فیلد کاری امتحان کنن، تجربه کنن. اگر دوست داشتن که خب ادامه بدن، اگر نه که ادامهش ندن دیگه. ورودش نمیدونم، شاید مثل برنامه نویسی نباشه که مستقلا بشه انجامش داد. یعنی شما برنامه نویسی میری میگی آقا من یه آموزشی میبینم، امتحان میکنم، پروژه میزنم، وارد بازار کار میشم. اما خب منابع انسانی تو باید یه شرکتی باشد اولش که به تو این فرصت رو بده که براش کار بکنی. اما هست عمدتاً. حالا اینکه یه نفری علاقه داشته باشه میاد امتحان میکنه، با شرکت صحبت میکنه، میره یه سری مهارت کلی هست یاد میگیره و حالا روی بچهای شرکت و
افرادی که میان به عنوان کارجو امتحان میکنه، آموزش میبینه و جلو میره دیگه. یعنی مدل خاصی برای ورودش نیست. اینکه آره. بگم تحصیلات دانشگاهی داره، یعنی ارشد دکترای تخصصی برای بحث منابع انسانی هست، زیر شاخه مدیریت هم میشه. من خودم هم خب مدیریت بازرگانی خوندم. درسته. اما عمدتاً بچه‌هایی که میان یا از مدیریتن یا از صنایعن یا از حسابداری‌ان یا از اقتصادن، هستن از رشته‌های مهندسی هم بعضن، اما خب اکثرا از این رشته‌ها هستن. این مدل کلیش. درسته. بسیار خوب، ممنون. ادامه صحبت همون، حول محور چه موضوعیه و تایتلش چیه؟ ببین کلا اینو داشتم توضیح میدادم که گرا که الان ما تو بحث استعدادیابی داریم راه میندازیم و الان تو مرحله تست و MVP هست، انشالله تو چند ماه دیگه به صورت رسمی رونمایی میشه و قابل استفاده برای عموم میشه. کارش اینه که اصلا بسنجه شما به چه دردی میخوره، به چی علاقه داری و بر اساس حالا یکی از ابزارهاش تستای روانشناسیه و یک سری دیتا هایی که از شما میگیره. یعنی بر اساس علایق شما، بر اساس اینکه شما چه مقدار آدم اهمالکاری هستین یا چه مقدار آدم پرشور و هیجانی هستین، درونگرایی یا برونگرایی، چقدر آدم تحوری و به قول معروف این مدلی هستین، همه بر اساس اینها میایم میسنجیم و بعد یه پیشنهادی به شما میدیم. میگیم که شما بر اساس این برای این پوزیشن شغلی که مد نظرت مناسب هستی یا نیستی، اگر تصمیمت این بود که بری، این چالش ها رو خواهی داشت اما این لذت ها رو هم خواهی داشت. یعنی مثل مشاوره حالا ازدواج که مثلا نمیگه به اون فرد ازدواج نکن، ولی میگه اگر خواستی ازدواج بکنی این چالش ها هست، در آینده به این درسته. چالش ها مشکل ها میخوری. و خب توی چند تا فازه، حالا صرفا فقط شغلی نیست، اما خب مهمترین بخشش بحث شغل و تحصیله. تو مباحث دیگه هم هست. ما پس برگرفته کلا از یه نیازی اومده بیرون همچین آره، بیزینسی، چون خودت ببین در این ماجرا بودی و دیدی این ماجرا و همین نیاز احساسش کردی. ببین این مشکل برمیگرده به یه ضعف تصمیم گیری. یعنی تصمیم گیری در این که چه شغلی بروم یا چه کسی رو استخدام بکنم. چون توی بحث شغلی اصلا دو قشر میان سراغ ما. یه قشر شرکت ها که میگن میخوام بسنجم یه نفر رو که آیا به درد شرکت من میخوره یا نه. یه قشر هم خود افراد که میخوان بدونن من به درد فلان رشته یا فلان کار میخورم یا نه. خب هر دوشون میخوان تصمیم بگیرن دیگه، میخوان تصمیم بگیرن که مثلا برنامه نویس بشوند یا نه، حسابدار دقیقا. بشن یا نه. یا اون شرکت میخواد تصمیم بگیره که این فرد به درد حسابداری شرکت من میخوره یا نه، این فرد اختلال مثلا روانشناختی داره یا نه. ببین شما وقتی نگاه کنی میبینی تو تحصیلش، بحث شغلش، بحث ازدواجش، تو بحث هدیه خریدنش، تو بحث سفر رفتنش، ما همه مردم دنیا و ما ایرانی‌ها یه چالشی تو تصمیم گیری داریم و از در واقع این ایده از این جهت شکل گرفت که آدم‌ها خیلی وقتا به خاطر اینکه در واقع از بقیه نظر بپرسن یا اون در واقع زحمت فکر کردن رو از روی دوش خودشون بردارن، میان از یه سری ابزارها استفاده میکنن. حالا یه کسی مثلا میگه آقا من فال میگیرم، یه کسی میگه من استخاره میکنم، یه کسی میگه من آره. مشورت میکنم. چرا؟ چون میخواد بگه آقا خب اگه فردا نشد بندازم تقصیر حافظ، بندازم تقصیر خدا، چون یه بندازم مهر تایید تقصیر میخوام بزنن روی تصمیماتشون. آره. اگر شد نمیگم خدای دمت گرم، ولی اگه نشد میگم ببین خدای تو گفتی. ضعف تصمیم گیری در صورتی که همه میگن آقا برو همه یه دیتا ها رو بسنج، همه کار رو انجام بده، بعد تهش حالا مثلا نظر کسی هم بگی. بر اساس همین ضعف تصمیم گیری بود. بعد اومدیم خب شروع کردیم توی این 4 تا حوزه اسکیل کردن کار و در واقع به صورت پلتفرم سازی و دیجیتال سازی کار. یعنی از شیوه سنتی که امتحان کردیم جواب داده و
اوکی بوده، این رو بیاریم یه پله بالاتر به سمت اینکه اسکیل بشه و بتونیم همه جا ازش استفاده بکنیم. درسته. فاز بعدی این چارت هایی که گفتم، یعنی استعدادیابی، آموزش، اشتغال و شبکه سازی، شما وقتی ببینی میبینی یه چرخه پشت سر همه. یعنی یه نفر باید اول بیاد ببینه چه استعدادی داره، بعد بره بر اساس استعدادش یه سری آموزش ببینه، بعد بر اساس آموزش هایی که دیده بره توی کار خاصی مشغول بشه، در واقع وارد میدون بشه، بعد بر اساس اون چیزی که تجربه کرده حالا بیاد بره آدمای مختلف توی اون فیلد کاری رو بشناسه، باشون ارتباط بگیره، با اصطلاحات جدید، بازارهای جدید آشنا بشه و بعد دوباره از دل همون میفهمه مثلا من فلان استعداد رو هم دارم، پس بذار برم دوباره روش کار کنم، آموزش ببینم، چه بسا شغلم رو عوض کنم و دوباره یه شبکه جدید رو ایجاد بکنم. خود من هم درسته. برای همین اتفاق رو افتاد. یعنی من وقتی شروع کردم کار رو، خب با منابع انسانی شروع کردم، منتها در واقع جلوتر که رفتم مثلا توی مستر ویلیت میدیدم که خب بچه‌های تیم محصول با ما توی یه طبقه بودن، میدیدم که چه کاری انجام میدن، کارشون چیه. اولش نمیدونستم اصلا محصول چی هست، اما وقتی آره. باش آشنا شدم خیلی لذت بردم. دیدم مهم. برای یه آدمی مثل من که دوست نداره دیولپر بشه ولی دوست داره از تکنولوژی سر در بیاره، دوست داره هم با بخش بیزینس در ارتباط باشه، خیلی جذاب. گفتم خب همینه. دقیقا. یعنی از دل منابع انسانی کم کم وارد فاز محصول هم شدم، دوره‌های مثلا مدیریت محصول بوژان رو شرکت کردم، بعد کار کردم خودم به قسمت‌های مختلف با بچه‌های محصولی دمخور بودم تا کم کم خودمون اومدیم و الان خب داریم کار محصول رو هم انجام میدیم علاوه بر کار اچ آر منابع انسانی. این یه چرخه کلیه. یعنی من اگر وارد اون فاز شبکه سازی نشده بودم، وارد اشتغال و شبکه سازی نشده بودم، هیچ وقت نمیفهمیدم که یه استعدادی دارم به اسم محصول و میتونم وارد اون فاز هم بشم. بله. اه، خب این خوبی رو داشت برای من و به صورت کلی همین شکله. یعنی من توصیه میکنم به همه آدم‌ها که حالا توی اون مرحله انتخابن یا حداقل اینو شنیدن خوان یه محکی دوباره بزنن، این چرخه رو یه بار تکرار کنن. خیلی الان امروزه برای نسل ما خیلی سریع اتفاق میفته. یعنی شاید یک ساله کلا همش رو طی کنن و توش حرفه‌ای بشن. خیلی خوبه به نظرم اگر دوست داشته درسته. باشن دقیقا. شرکت. پس برای اینکه وارد این فیلد کاری بشن باید توی محیط قرار بگیرن و از جایی به بله. بعد متوجه میشن که ماجرا به چه صورته و دوستان توی چه فیلدی دقیقا کار کنن. یعنی حتی به این عنوان هم ندارن که خب من میخوام برم اچ آر، بعضی وقتا ترس اینو دارن که خب من چطوری میتونم یه مدیر منابع انسانی خیلی خوبی بشم. یعنی باید برن بله. وارد اون تیمه بشن، ببینن چرخه کار رو و متوجه بشن چی جوریه. درسته؟ بله. بسیار ببین تا وقتی کار نکنن خیلی نمیتونن متوجه بشن که آیا علاقه دارن بهش یا نه. و یه نکته ای هم که همیشه هست، من یه شعری هست که میگه گر مرد رهی میان خون باید رفت، مثل آخرش میگه که در واقع خود راه بگویدت که چون باید رفت. یعنی میگه آقا تو پای مهم. در میدان بذار، شروع بکن کار رو، خود راه بهت میگه که چطوری باید بری و مسیر چیه. من همیشه درسته. خب بچهای بزرگتر و بچهای در واقع حرفه‌ای تر از خودم که میدیدم، همیشه مثلا دلم میخواست که فلان اه، پروژه رو مثل اونا انجام بدم، یا فلان داشبورد رو مثلا مثل اونها بتونم مدیریت بکنم، یا فلان مثلا توانمندی رو توی مثلا دیزاین وایر فریم داشته باشم، درسته. یا مثل اونا مثلا بتونم فایل آماده کنم، داکیومنت سازی کنم. بعد خب جلوتر که رفتم دیدم نه، این که مثل اونا بشم مثلا خیلی جالب نیست. من باید متد خودم رو داشته باشم. کم کم به یه حدی میرسه که مثلا چه بسا مدل داکیومنت سازی من، مدل مثلا برای بچهای دیگه مثلا مدل برنامه نویسی من خیلی بهتر از اون فردی میشه که من یه زمانی میخواستم قطعا. درسته. مثلش بشم. یعنی فقط نکتهش شروع کردنه بوده دیگه. یعنی من یه جایی شروع کردم،
کارآموزیشو کردم، رفتم استخدام شدم، بعد استخدام شدم حرفه‌ای شدم توش، بعد کم کم گفتم خب مثلا میشه این کارو خودم راه بندازم، از استخدام اومدم بیرون، یه جورایی فریلنسر طور کارو کردم. این مدلیه. درسته. هر کاری که بخوام انجام بدم، حتی برنامه نویسی، محصول، منابع انسانی، مارکتینگ، هر چیزی، فرایند و مسیرش همین شکله که به قول معروف باید بذارن تو میدون، خود راه بگویدت که چون باید رفت و خود مسیر مشخص میکنه. تو راه انقدر اصلا در واقع با شرکت ها و افراد مختلف آشنا میشین که اصلا ممکنه 180 درجه فیلد کارتون تغییر بکنه. درسته. بسیار خوب. خیلی خوب که حالا بابت این موضوع صحبت کردین و من احساس میکردم که این فیلد کاری دقیقا مثل برنامه نویسیه. بعد حالا شاید هم بعضی وقتا این آیدیا رو داشته باشن که باید قدم به قدم بری آموزش ها رو ببینی، یه سری داستان ها رو طی کنی. حالا به اون آسونی هم که گفتی فکر نکنم باشه و مطمئنا یه پروسه ای رو باید طی بکنن، یعنی توی پروسه سازمانی رو باید یه سری فیلدها رو رد بکنن، به یه سطحی برسن که حالا کسی هم که واقعا میخواد بیاد توی اچ آر لول به لول دیگه توی سازمان از این داستان ها و حالا بتونیم جلوتر و بعد هم در موردش بیشتر صحبت کنیم. اما دوست دارم بدونم که حالا موضوع ترند این اپیزودمون چجوریه و بیشتر رو چی فوکس داریم و تمرکزمونه. ببین این جلسه بیشتر آشناییه با آره. کلیت منابع انسانیه، ولی انشالله جلوتر که بریم درباره کلا فوتوفنای این که چی کار بکنیم، چی جوری خودمون رو آماده بکنیم، چی جوری رزومه بسازیم، مثلا چی تو رزومه، چه پارامترها و بخشای مهمه، نمونه کارامون رو چی جوری به دست اون کارفرما برسونیم، مصاحبه چی جوریه، چه بخشایی داره، چه جوری حاضر بشیم، چه سوالایی میپرسن، درباره این صحبت بکنیم، درباره لینکدین صحبت بکنیم، خیلی خوبه. حالا من سعی میکنم اگر خواستین لینکدین خودم رو میذارم میفرستم براتون که بچه‌ها بتونن بیان توی لینکدین با هم در ارتباط باشیم. به نظرم لینکدین ابزار خوبیه که هم بچه‌ها بیان، چون اگه بخوایم شماره بدیم و کارهای دیگه شاید یه مقداری حرفه‌ای‌گری نباشه، ولی اگر بچه‌ها بیان مثلا توی لینکدین با هم در ارتباط باشیم، چه بسا از کانکشن‌های من مثلا به 4 تا کانکشن دیگه برسن. آره و قطعا. این ویژگی خیلی خوبو داره، یعنی من توی لینکدین خیلی تالا خیر دیدم و با خیلی آشنا شدم و با خیلی کار کردم تا حالا، با همه محدودیتایی که برام داشته. چون من تقریبا هفته یه بار لینکدین منو محدود میکنه به خاطر فعالیت زیاد، ولی خب به هر حال ما ایرانی هستیم، راههایی بلدیم دیگه. به خواستم قولی تحریم. هد هانترین دیگه، سراغ همه نوع مخاطب میرین. آره نه ببین یه جایی ما رو محدود میکنه، خب یعنی نمیذاره مثلا این سری کار رو بکنیم بعد بیش از حد که جستجو بکنیم میگه باید بری اکانت پریمیوم بخری و اونم خریدنش نمیدونم سالی 14 میلیون تومان اکانت جاب سیکر باید برم بخرم. ما که نمیریم از این کار رو انجام بدیم دیگه، ولی خب یه راههایی بلدیم که میشه رایگان ازش استفاده کرد. میخواستن تحریم نکنن به من چه، اونو تحریم کرد. البته آره. اینم بگم که آقای حسینی از یکی از اصفهانیه، یکی از شهروندای خوب اصفهانه و بله. اگه همشهری باش هستید احتمال زیاد مایه شکره. و بسیار خوب. موضوع دیگه ای هست مهندس جان یا میخوای این اپیزود رو ببندیم که آره این اپیزود احتمالاً یکم طولانی هم شده باشه، شاید بیشتر از مثلا نیم ساعت 40 دقیقه هم شده باشه، آره. ولی حالا انشالله جلوتر که رفتیم تخصصی تر میگم که حتی میشه یه سری نمونه نشون داد که چه رزومه هایی جذابه، چه رزومه های خوبه، خوب نیست، با چی رزومه بسازیم. مثلا من توی یه رویداد دیو تاکس که توی اصفهان بود، من گفتم به بچه‌ها، گفتم زشته یه برنامه نویس با ورد رزومه بسازه، زشته بره توی سایت های رزومه ساز رزومه بسازه. یه برنامه نویس خیلی
قشنگه و در شأنشه که بره با فیگما بسازه و منی که رزومه با فیگما ساخته شده رو میبینم خیلی برام اون فرد جذابیت بیشتری دقیقا. داره تا اینکه یه نفری بره توی مثلا یه سایت کاریابی یا یکی از این سی وی بیلدرها بره مثلا رزومه بسازه. خیلی خیلی فرقشه، یعنی آدم دقیقا. روی این فرد حساب بیشتری باز میکنه، با دقت بیشتری رزومه رو میخونه و میل بیشتری هم داره طبیعتاً برای اینکه اون فرد رو دعوت کنه به مصاحبه و باش بعدها همکاری کنه. حالا انشالله جلوتر که رفتیم بیشتر صحبت میکنیم. بچه ها هم هر کدومشون سوالی داشتن میگم من حالا لینکدینم رو شیر میکنم، بپرسن، من در خدمتم، هر سوالی، کمکی، نکته‌ای. و مثلا یکی از، حالا اینو به عنوان حسن ختام بگم، یکی از کارهایی که ما انجام میدیم بحث تسهیلگریه. یعنی بچه‌هایی که مثلا الان ارشد یا دکترا دانشجو باشن یا توی سنوات مجازشون باشن، ما میتونیم از یه طریق سربازیشون رو اوکی بکنیم. خب این خیلی یه نعمت خیلی بزرگیه که مثلا کلا کسی که دانشگاه رفته باشه اصلا سربازی نباید بره جورایی. توی لینکدین هم حالا کامل توضیحش رو دادم که چی کار بکنن درسته. که بخوام سربازی نرم. ولی خب ابزارش اونجاست، یعنی بچه‌ها باید بیان اونجا گپ بزنیم، صحبت کنیم و انشالله که راهنمایی بکنیم و برن کارشون حل بشه انشالله. انشالله. ممنون مهندس جان، لطف کردین. و حالا طبق گفته‌هاشون ما حالا همه مهمان‌ها و همه دوستانی که میان لینک ارتباطیشون رو باهاشون میذاریم، هر کدوم که خودشون مایل بودن. یه مهندس داره با دست باز داره بهتون میگیم که من لینکدینمو به اشتراک میذارم، اگه دوست داشتید پیام بدید. من انتهای هر پست معمولا میذارم راههای ارتباطی با مهمان همون اپیزود رو و میتونید باهاش ارتباط بگیرید. و چی بهتر از این، اپیزود بسیار خیلی خوبی شد و خوشحالیم که مهندس حسینی رو داشتیم و ازشون کلی استفاده کردیم. سوالاتتون رو میتونید توی هر پست، توی هر جا که داره منتشر میشه این اپیزود به صورت تصویری یا صوتی بپرسید و قطعا مهندس چک میکنه و میبینه که ببینیم چی میشه. قطعا باعث پیشرفت اپیزودا میشه و میتونیم بهتر مسیر بگیریم. مهندس جان ممنون بابت لطف کردی. متشکرم. مرسی. خواهش میکنم، خیلی ممنون از شما. امیدوارم که انشالله موفق باشید. متشکرم. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدارت. فعلا. ممنونم، خدا نگهدار.